و الطواغیت کثیرا و طاغوتای فردی میگن بسیار زیاد است. و رؤوسهم خمسه، در رأس طاغوتهای فردی، فکرتان باشه طاغوتهای فردی که به شکل یک فرد میه، در رأس از اینا 5 کس هست. باید بشناسی. درس عقیده اهمیتش اینمی هست که ذهنت باز میشه و طواغیت میفهمی. و الطواغیت کثیرون و رؤوسهم خمسه. اول طاغوت که است ابلیس لعنه الله. اول طاغوت کی است؟ ابلیس است. پس کسانی که پیروی از ابلیس میکنن اینا پیروان کی هستن؟ طاغوت هستن. دوم و من عبد و هو راض. دوم طاغوت کی است که کسی که عبادت شوه و او از او راضی باشه، یعنی در مقابل از او یک عبادتی که باید برای الله شوه در مقابل از او صورت میگیره و ای از این کار راضی باشه. فهمیدین؟ یعنی بعضی کسا هست تو بعضی اوقات میگه که او برادر او رو چرا ملامت میکنی؟ او خودش نگفته بود، مردم میامدن میکردن، مردم میکردن. اینجا میگه و هر کسی که عبادت شوه و او از عبادت چی باشه؟ راضی باشه. اگر راضی نباشه فهمید؟ یعنی او از طاغوت گفته نمیشه. چرا؟ مثلا بسیاری وقتا انبیا و اولیا و صدیقین و شهدا اینا وقتی که رفتن بعد از مرگشان اینا چی شدن؟ عبادت شدن. فهمید؟ یعنی لکن اونا از عبادت خود راضی نبودن. چرا؟ اگر معنای رضایت چی است که یک نفر در زندگی پیش تو میای یک عمل عبادت هم میکنه تو او کارا میکنی. مثلا یک نفر آمد بر رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که اگر تو بخوای و الله بخواه، گفت اجعلتنی لله ندا، من همراه الله شریک ساختی؟ بگو اگر الله بخواه من چرا گفتی؟ فورا هم جمله برش چی کرد؟ اصلاح کرد. وقتی که مردم آمدن گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و آله، مردم در فارس ما رفتیم، همین امپراتوری فارس سابق مردم به می پادشاه ها رکوع و سجده و طرا میکنن. گفتن مردم چی میکنن؟ عبادت میکنن، مثلا برای پادشاه های خود احترام میکنن، بهش سجده میکنن. نه، این نیست. در اسلام سجده احترام و تعظیم نیست. قبلا در امتهای قبلی وجود داشته، لکن رسول الله هم گفت اگر ما سجده تعظیم عبادت تعظیم و احترام می بود، خانم ها را میفتن برای شوهرایتان سجده چی کنین؟ احترام بکنین. اما نیستن. من به خانم ها اجازه ندادیم که حتی به شوهر خود اینمی چیزا بکنن. پس این حالا در اسلام وقتی که یک چیز می بود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فورا او را چی میکرد؟ منع میکرد. پس این حاله و من عبد و هو راض، و اگر یک کسی یک فعل از عبادت در مقابل از او انجام داده میشه و این راضی میشه، تکبرش بعضی کساس مردم میبرش بسیار کلی خود خم میکنن به شکل عبادت. چرا عبادت چی است؟ در عبادت 3 شرط است. هر کاری که شما کردین اگه 3 چیز آمد بفهمید که شما عبادت از او کردین. یکی خود ذلیل ساختن است، خود کپ و کوپوت خود پایین کردن، این عبادت یک شرطش است. دومی است که با میجانه مقابل بسیار محبت داشته باشی، این کارا بری از محبت زیاد باش بگن. سوم از او بترسی که اگه من نکنم باز من چی میکنه؟ باز من مثلا ضرر میرسانه و خانه ما خراب میکنه و این میکنه. اینه اگر برای کس محبت داشتی و از او ترسیدی و در مقابل از او خود ذلیل ساختی، عبادت از او را کردی. و ما شما همین 3 چیز در مقابل کی میکنیم؟ الله سبحانه و تعالی میکنیم. والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که مؤمن هستند به الله محبت قوی دارند و چیزان رهبتا و رغبتا. در قرآن آمده میترسیم از عدالت الهی، از اینکه الله خالق ما هست و میتونه ما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر بخواید یک لحظه ما رو میتونه نابود بکنه. از قوت و قدرتش میترسیم و همچنان محبت قوی برش داریم و هم خدا برش در مقابل چی میکنیم؟ ذلیل میکنیم. ایناله اگر یک کسی همین کار را میکنه که عبادت میشه، شکل عبادت هم میبینه که یک نفر برش محبت هم داره، خدا ذلیل هم ساخت، از پیش از اون میترسن. مثلا وقتی که یک کس میاد پیش رسول الله گپ میزنه، برشون گفت مردم شما چرا تو یک قسم رنگتان شده؟ من انسان هستم که شوروا میخورم، نان میخورم، انسان هستم، از من تو خطایی نکنین. متوجه هستین؟ یعنی مردم باید از ما چی تو ترسه که چیز باید نداشته باشه. فهمیدین؟ خب این حال دوم طاغوت فردی چی شد؟ کسی که عبادت شد و او از عبادت چی باشه؟ راضی باشه. سوم قسمش است و من دعا الناس الى عبادت نفسه. قسم سوم از طواغیت فردی کی است؟ کسایی که مردم به عبادت خود چی کنه؟ دعوت کنه. خودش میگه که بیاین برای من رکوع کنین، بیاین برای من سجده کنین. چرا زیر پای من گوسفند نکشتی؟ در زیر پای من مرغ ذبح بکن. پرتو خودت از زیر پای من.
پس این کسی که مردم خودش دعوت میکنه به طرف بیاین به من پناه ببرین، بیاین از من استغاثه بکنین، بیاین از و من دعا الناس الی عبادت نفسی، قسم سوم از طواغیت است. چهارم قسم طاغوت فردی، یا کلش فکرتان باشه که 5 قسم در شامل کدام طاغوت است؟ فردی هست. فردی سوال ما شما فردی رو تشریح میکنیم. پنجم قسم طاغوت فردی که است و من ادعا شیئا من علم الغیب، هر مخلوقی که ادعای چی کرد؟ علم غیب کرد. هر مخلوقی که ادعای علم غیب کرد یعنی طاغوت مبدل میشه. اکثرا تعویذگرا و جادوگرا و فالبینا این آدمی باب داخل هستن. مثلا شما برید پیش یک شخص، من میگه بتی دستت، اینه دست سعی که خود چی گپ است؟ اینه تو 4 تا زن میگیری، 7 اولاد میری، از کجا پیدا کردی؟ اینه سعی اینه چیزی، یا باش من کتاب آواز کنم. در کدام کتاب گفتم؟ در کدام کتاب گفته که مثلا تو اینی کسی که هر مخلوقی که ادعای علم غیب میکنه این در جمله چی هستن؟ طواغیت است. از این خاطر اکثرا بسیاری کسا به طاغوت مبدل میشن، غیب ادعا میکنن در حالی که غیب نمیفهمن. حتی ملائکه غیب نمیفهمیدن. آدم علیه السلام الله چندین نام یاد داد، آمد ملائکه رو گفت بگوین، ملائکه گفتن لا علم لنا الا ما علمت، چیزی که برای ما علم نداره. الله برش علم اقول لكم اني اعلم غیب السماوات والارض، الله بر کل ملائکه، جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، ملائکه مقرب، کل از اینا است. علم اقول لكم، الله بر شما من نگفتم که انی اعلم غیب السماوات والارض، ما عالم غیب آسمان ها و زمین است، و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. پس ملائکه غیب نمیفهمن، پیغمبرها که اصلا غیب نمیفهمیدن. بسیار آیات قرآن است. چند نفر ملائکه ابراهیم علیه السلام خوب پدر پیغمبرها هست، لکن ابراهیم علیه السلام چی هست؟ میره گوساله را میکشه، میره در قرآن قصهش میکنه. رفت گوساله را برازی آورد، فقربوه الیهم هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلام قال سلام قوم منکرون. سلام علیکم، شما کی هستین؟ آمدید. خب فراغ الی اهل، رفت به خانم خود گفت الان گوساله رو بیار ذبح کردن سر برازی میمونا. آورد پیش شما، دید که قراری آمد شیشتن. فاوجس منهم خیفه، دوستان چون نمیخواند پیشان ترسید. چه قسم مردم هستن؟ قالوا لا تخف و بشروه بغلام علیم، و گفت فقط ما آمدیم بر تو چی میتیم؟ بشارت میتیم که الله بر تو یک. این حال ابراهیم علیه السلام نه از اولاد آینده خود خبر داشت و نه هم خبر داشت که همیا کی هستن. بازی برشان فهماندن که ما ملائکه هستیم، ما نان نمیخوریم. متوجه هستین؟ این حال ابراهیم علیه السلام عالم الغیب نبود. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در چندین آیات قرآن الله برش میگه که بگو من عالم غیب نیستم. پس انسانی که هر کسی که ادعای علم غیب میکنه او هم در جمله چی داخل میشه؟ در جمله طاغوت میشه. بنابراین انسان ها باید فمن یکفر بالطاغوت، باید به فالبینا و تعویذگرا و جادوگرا باید اول چی شوی؟ کافر شوی. از این خاطر اونا وقتی که پیششان میری اول جمله خطرناک اونا میگه برات میگه که پیش ما خال آمدی، آنچه که ما میگیم به ما عقیده اگر داری باز تعویض ما تاثیر میکنه سرت، اگر عقیده نداری باز تعویض ما سر تو تاثیر نمیکنه. فهمید یعنی؟ چون اونا باز عقیده دارن که ایجن میتونه که غیب بفهمه، ایجن میتونه که تقدیر تغییر بده، ایجن میتونه این کارا کنه، ایجن این کارا میکنه. اول عقیده تا خراب میکنه، میگه باور داری یا نداری. اگه بگی والا ما چندان صدم شما مردم نمیگه تعویض ما سر تو تاثیر نمیکنه، برو بخیر. اگه باز گفت که صاحب ما قبول داریم هر چی که تو میگی، ایمان داری با مو کلان جن ها بزرگ ما ایمان داری، باز میگه او بزرگشان چی هست؟ اونمون طاغوته. فهمیدی یعنی چطور پیش تو فما یک فر به طاغوت هستی باز تو میری پیش فالبین میشینی. یعنی حال کسانی که پیش فالبینا میرن و پیش از جادوگرا میرن و پیش ساحرا میرن، یا و می آیت قرآن که گفته فما یک فر به طاغوت یا کافر نشدن. این حال خود نمیشه هم دا کم خردوش خود نمیشه. فما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، و طاغوت کافر شو باز ایمان به الله میاد، فقد استمسک بالعروة الوثقی. باز وقتو انسان مؤمن هستی که به قرآن عظیم شان تمسک کردیم. خب و پنجمی کدام طاغوت است؟ طاغوت پنجمی انسانی هست که و من حکم بغیر ما انزل الله،
این هم طاغوت فردی است، کسی که حکم میکنه بغیر از آنچه که الله نازل کرده. رئیس جمهور است یا پادشاه هست یا وزیر است یا هر کس بزرگی که هست، قانونی که در مملکت خود جاری میسازه بغیر از شریعت الله قانون دیگه تنفیذ میکنه. اینمی چی هست؟ این طاغوت است. باید به این طاغوت انسان چی شود؟ کافر شود. اگر نه که گفته نیست ما ایره قبول داریم، خب میکنن. دموکراسی هست، سوسیالیسم است، کمونیسم است. پس این مردم ها به این آیت قرآن عمل نکردن. چرا؟ فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. خب در قرآن عظیم الشان درباره از اینا هم گفته، مثلا اول طاغوت هایی که مثلا شیطان است، نه؟ شیطان گفته الم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. مثلا طاغوت های فردی که مثلا شریعت الله را تغییر میدادن کی بودن؟ مثلا کسایی که قوانین ساختن فردی، مثلا اینمی مارکس و انگلس و لینین و ژان ژاک روسو و هتلر و اینا کلشان در جمله طاغوت های چی میان؟ فردی میان.